الله واسع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما دوستداران الله متعال، دوستداران مقدسات الله متعال، دوستداران حج. در ادامه بررسی آیات مرتبط به موضوع حج در کلام الله مجید در برنامه گذشته به آیه 196 از سوره مبارکه بقره اشاره کردیم و گفتیم که این آیات یعنی مجموعه آیات 196 تا 203 از سوره مبارکه بقره از مهمترین آیاتی است که در باب حج وارد شده در کلام الله مجید. در ادامه بررسی این آیات آیه 197 درباره بخش دیگری از احکام حج صحبت می‌فرماید. الله متعال در این آیه اشاره می‌فرماید که حج زمان مشخص و معینی داره. در آیه 197 ما اینگونه می‌خونیم که الله تعالی می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الحج اشهر معلومات. حج ماه‌های معلوم و مشخصی داره. اینطوری نیست که آدم هر وقت هر کی دلش خواست بلند شه بره حج. نه، برخلاف عمره زمان مشخص و محددی نداره. یعنی هر موقع سال، شب، روز، هر وقت که هر کسی دوست داشت میتونه بره عمره و عمره بکنه در مسجد حرام، چون کلش مختصر میشه و خلاصه میشه مسجد حرام. مکانش مشخص هست اما زمانش مشخص نیست، زمان مشخصی نداره. شخص میتونه وارد مسجد حرام بشه و همونجا در مسجد حرام تموم میشه عمرش. اما حج علاوه بر این که مکان مشخصی داره زمان مشخصی هم داره. الله متعال اشاره می‌فرماید که الحج اشهر معلومات، ماه‌های مشخصی داره. این ماه‌ها ماه شوال که بعد از رمضان میاد، ماه ذوالقعده است که قبل از حجه و خود ماهی که در اون حج قرار داره یعنی ذوالحجه، ماه 10، 11 و 12 سال قمری. ماه ذوالحجه هم تا روز 10 یعنی تا قبل از طلوع صبح روز عید قربان، یعنی 10 روز اولش. اینها مراد این بخش آیه شریف است. ماه شوال، ماه ذوالقعده و 10 روز اول ماه ذوالحجه، اینا ایام حج. شاید این سوال پیش بیاد، خب مگه حج در روز 8 ذوالحجه شروع نمیشه؟ مراسم حج 8 تا 13 نهایتش. درسته، حج در همون اصل حج اون روز هاست. اما از اون جایی که بعضی از حجاج بین عمره و حج جمع میکنن، میخوان که عمره هم کرده باشن حج هم کرده باشن که به اصطلاح حج تمتع انجام داده باشن. حج که زمانش مشخصه، فقط در همون روزهای ماه ذوالحجه است و اونم به صورت دقیق روز 8 به بعد، یعنی از غروب 8 صبح 9 که میشه عرفات، شب 10 که میشه مزدلفه، روز 10 که عید قربان هست و روز شلوغی است نسبتاً برای حجاج، خیلی روز شلوغی است، و روز 11 و 12 و 13 برای کسی که دوست داشته باشه. الان ما در ماه شوال، ماه ذوالقعده چه ارتباطی به حج پیدا میکنه؟ این یک سوال شاید برای خیلی پیش بیاد. الله تعالی میفرماید الحج اشهر معلومات، نگفت یک شهر خاص، یک ماه خاص، چند ماه خاص داره. برای اون دسته از عزیزانی که میخوان حجشون حج تمتع یا قران باشه، یعنی بین عمره و حج جمع بکنن، هم در یک سفر عمره کرده باشن هم حج، برای اینها زمان از کجا شروع میشه؟ زمان عمره اینها از شوال شروع میشه. یعنی اگر کسی در ماه شوال نیت عمره داشت،
عمره انجام داد به نیت حج، یعنی که این عمره حجش باشه، این زمان ازش قبول میشه. اما اگر در رمضان این کار کرد قبول نمیشه. اگر عمره حجش رو، برای همه الزامی نیست که حج بکنن در عمره، اما کسانی که نیت حج تمتع میکنن، یعنی حج عمره به همراه حج، اینها دیگه باید عمرهشون رو قبل از حج انجام داده باشن و این عمره رو میتونن تا کی انجام بدن؟ از بعد از رمضان، یعنی دخول ماه شوال و ماه ذوالقعده تا قبل از شروع مناسک حج میتونن انجام بدن، تا لحظه رسیدن به عرفات به تعبیر دقیق‌تر میتونن عمرهشون انجام بدن. به خاطر همین الله متعال فرمود الحج اشهر معلومات، حج ماه‌های مشخصی داره که ماه شوال هست و ذوالقعده و ذوالحجه. از این ماه‌ها 2 ماه آخر ماه حرامه، ماه ذوالقعده ماه حرامه، ماه ذوالحجه ماه حرامه و اول ماه سال بعدی محرم که ماه اول سال قمری هست اون هم ماه حرامه. به تعبیر بهتر 1 ماه قبل از حج، ماهی که خود حج برگزار میشه، و 1 ماه بعد از حج، اینها ماهای حرام اعلام شد. یعنی در اینها حکم جنگ کردن، جهاد هجومی اجازه ندارن مجاهدین انجام بدن، مگر اون جاهایی که برای دفاع است و در اصطلاح تدافعی، حالت تدافعی داره. و به خاطر اینکه استقرار بیشتر برای حجاج، این بس فضا بستر فراهم بشه که راحت‌تر بتونن حجشون انجام بدن. الله متعال در آیه 197 سوره مبارکه بقره فرمود که الحج اشهر معلومات، این که زمانش مشخص. خب این از بعد زمانش. الان یک سری مسائل دیگه ای باید در حج رعایت بشه که اینها خیلی مهمه که ما باید دقت بکنیم. در حج یک جمعیت میلیونی میان از اقسام مختلف عالم، از کشورهای مختلف، از طبیعتهای مختلف، از قومهای مختلف، از رنگهای مختلف، که این تنوع به هر حال سبب میشه گهگداری ناراحتی ایجاد بشه، اختلاف سلایق هست، بعضی وقتا مشاجره شاید ایجاد بشه، مشکلات هست، کمبود مکان هست، کمبود امکانات بعضی جاها مشهود. طبیعت حج و سختی داره، به همین خاطر هم این حج مقدمه برای جهاده و فضیلتش هم زیاده. الله متعال میفرماید فمن فرض فیهن الحج، کسی که براش واجب شده در این ماها حج، میخواد حج بکنه، فلا رفث، باید دقت بکنه که رفث انجام نشه. رفث به چه معناست؟ به معنای همبستری با همسرش. زن و مردی میرن به حج با هم، حق ندارن در ایامی که احرام پوشیده مرد و در ایام حج هست با هم نزدیکی بکنن. حق نداره این کارو بکنه. در ایام حج حق نداره این کارو بکنه. و تو وقتی که احرام داره، رفث نه تنها همبستری، هر آن نگاه، کلام، گفتاری که در این چارچوب باشه هم منعه. اینجا دیگه حاجی باید تمام فکر و ذکر و هم و غمش رو بگذاره برای عبادت. بعد از همین الان با خودش تصمیم میگیره که این خط سرخ حج حلاله برای غیر حج، اما در حج برای من حرامه. حتی کلام، حتی نگاهی که مقدمه‌ای باشه برای این حرکت. غیر حج نه تنها حرام نبود، بلکه حلاله بود که عبادت حساب میشد، حتی به نیت عبادت کسی انجام میداد عبادت میشد. و رسول صلی الله علیه و سلم فرمود فی بضع احدکم صدقه، در همبستری با همسران برای شما عبادت حساب میشه، چون انسان از حرام باز میده. و در حج من میشه. در حج برای کسی که احرام پوشیده تا وقتی که حاجی احرام داره منع این کار. فلا رفث ولا فسوق، به همچنین فسق نباید انجام بشه. فسق یعنی هر گناهی که گناهه. در ایام حج شایسته نیست برای حاجی که احرام پوشیده، حرکت کرده، رفته در کنار خانه خدا، نیت کرده عبادت بکنه الله متعال رو و زیارت بکنه خانه او رو و خودش اصلاح بکنه، دیگه اینجا بیاد گناه بکنه. اینجا دیگه واقعا نباید این کار بشه. ولا جدال فی الحج، و همچنین در حج جدال و مجادله و بحث با این و اون نباید باشه، چون طبیعتا این اتفاق میفته. عزیزانی که در حج بودن و حج کردن تجربه کردن. در حج انسان
گهگداری این سلیقه با اون سلیقه نمیخوره، این شخصیت با این شخصیت شاید کنار نیاد، یک جایی هوا گرمه، یک جایی آب نیست، یک جایی مشکلات هست، یک جایی خستگی هست، یک جایی این سختی و روزهای حج فشار آورده بهش، اعصابش به هم ریخته، یک جایی اون میبینی اعصابش به هم ریخته. الان دیگه نباید جدال بکنن با هم مردم سر یک مسائلی که هر مسئله که باشه، حتی امکان باید خودش رو کنترل بکنه. انسان باید سعی بکنه که گذشت بکنه، چشم پوشی بکنه، بحث نکنه. جدال به معنای اهانت نیست، جدال به معنای فحش و توهین نیست، جدال به معنای بحث کردن به تعبیر ساده فارسی خودمون. میگم با فلانی بحث میکنه، این یک چیزی میگه، یک چیزی اون میگه، یک چیزی این میگه، یک چیزی اون میگه، دو نفر با هم مجادله میکنه. مجادله یعنی همین، این جواب اونو میده، اون جواب اینو میده، حتی جواب دیگران نباید بده. اینا قانونای حجه. باید تمرین کنه، باید کنترل کنه خودش رو. بعد آنچه که در غیر حج، حتی حلال های غیر حج رو باید کنترل کنه. مثل رمضان، انسان در رمضان در خوردن و آشامیدن و همبستری با خانم و همسر، حالا همسر به معنای عامش چه شوهر چه زن، باید منع میشد. انسان از حلال خودش رو منع میکرد تا به طریق اولا از حرام منع بکنه خودش رو. در حج هم از حلال ها بحث همون چیزی که در رمضان بود در اینجا حتی دقیق تر از اون در رابطه با همسر اینجا مطرح میشه. در جدال در رابطه با دیگران همین ها باید مد نظر باشه. و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله. در حج نباید این اتفاقات بیفته. به جای این کارا باید کار خیر بکنید. و ما تفعلوا من خیر، و هر کار خیری که شما انجام میدید مطمئن باشید که الله تعالی میبینه. خب در حج کار خیر چی میتونه باشه؟ بهترین کار خیر وقتی که الله تعالی منع کرد که رفث نباشه، خب بهترین کار خیر رعایت این موضوع یکی خودش. فسوق نباشه، بهترین کار خیر پرهیز از گناهه. جدال نباشه، بهترین کار خیر صبر و استقامت در برابر کسایی که مشارکت کردن با آدم. جدال نکنه. به این نیت که منع شده. انسان در حج و در کل زندگی هر کار خیری که انجام میده الله تعالی میدونه. و تعبیر این آیه چقدر دقیقه که و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله. هر عبادتی رو که شما انجام میدید الله تعالی خبر داره از اون. چون الله تعالی خبر داره، این کار خیر شما قدر و منزلت داره، ارزش داره. حالا چه کسی خبر شد یا نشد، چه کسی در مقابل این کار خیر از شما تشکر کرد یا نکرد، خود کار خیر در ذاتش ارزش داره. چرا که الله تعالی ازش خبر داره، و چون الله تعالی خبر داره کار خیر شما رو بی پاسخ نمیگذاره. شما عبادت کن، شما خیر انجام بده، شما به دنبال خیر باش، الله تعالی خبر داره، هیچ کم خبر نباشه. هر آن چیزی که خیر تو انجام بده، تو به دنبال بهترین باش. این تمرینه، اینجا میدان تمرینه. حج میدان تمرین بندگی. و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله و تزودوا، و توشه بگیرید. تزودوا، توشه بگیرید، زاد راهتون رو زیاد کنید. کسی که میره حج مناسب نیست که دیگه در مسیر راه دستش پیش این و اون دراز باشه. اگر واقعا انقدر نداره، توانایی نداره که بره حج، که محتاج این و اونه، واجب نیست براش که بره. انسانی که نیت حج داره باید یک توشه برای خودش فراهم بکنه، مقداری که بتونه از عهده مخارج خودش اونجا در بیاد، بتونه که حداقل خرج خودش رو تامین بکنه در اون سرزمین. و تزودوا، با خودتون توشه بردارید، اونجا محتاج کسی نباشید. و این رو هم فراموش نکنید که فإن خیر الزاد التقوی، بهترین توشه برای شما تقواست. در دنیاتون بهترین توشه شما در دنیا تقواست. همینطور که الان شما دارید میرید به سفر حج،
به فکر پول هستید، به فکر این هستید که اونجا دستم جوری کسی دراز نباشه، یادتون نره که این سفر حج مقدمه‌ای برای سفر آخرت شما که الان کفن پوشیدید به اسم احرام، تا تمرین کنید برای کفن پوشیدن قبل از مرگ، برای کفنی که قبل از دفن و قبل از قبر برای شما پوشیده میشه. الان اینجا شما نیاز دارید وقتی که احرام میپوشید یک سرمایه دستتون باشه، روز قیامت بیشتر نیاز دارید. در قیامت هم دقت بکنید که شما سرمایه شما اونجا دیگه تقوا است. اگر اینجا در حج احرام پوشیدید به یاد کفن و نیاز به مال دنیا دارید تا نیازمند کسی نباشید، در قیامت شما در قبر، در بعد از قبر به توشه بیشتری نیاز دارید. مال به درد شما نمیخوره دیگه، اونجا تقواست که به درد شما میخوره. از این فرصت حج استفاده کنید، تقواتون رو زیاد کنید. این فرصت حج رو اونگونه‌ای که شایسته است بهره ببرید از اون. اونگونه‌ای که باید عمل کنید عمل کنید. با کار خیر انجام بدید و تقوای خودتون رو بیشتر بکنید که بهترین توشه برای شما تقواست. واتقون یا اولی الالباب، و تقوا و پرهیزگاری پیشه کنید ای اهل خرد، ای کسانی که صاحب لبید، صاحب درکید. یک تعبیر دیگری هم بعضی از مفسرین در تعبیر و تزودوا فان خیر الزاد التقوا ذکر کردن که خالی از افاده نیست. و تزودوا، و توشه بگیرید که فان خیر الزاد، خوبی توشه که همانا خوبی توشه التقوا، پرهیز از سؤال است. اینم یک معنای دیگه میتونه باشه که در مسیر حج وقتی که میرید توشه بگیرید با خودتون که این توشه برداشتن، هزینه راه رو برداشتن، پول خرجی رو برداشتن، خوبش اینه که شما، خوبی این توشه برداشتن اینه که شما حداقل پرهیز میکنید از اینکه دستور دیگران دراز کنید. و هر دو معنی میتونه باشه. و معنای اول اولاتر به نظر میاد که بهترین توشه تقواست. مواظب باشید که این سفر تمرین تقواست و این فرصت تمرین برای قیامت و توشه اندوختن. به همین قدر اکتفا میکنیم در این برنامه و در برنامه‌های بعد ان شاءالله به همراه شما عزیزان ادامه خواهیم داد. باز بررسی آیات دیگر این سوره رو، ادامه این آیات مرتبط باز به بحث عرفات، مزدلفه و ایام جمرات که ان شاءالله در برنامه بعد به همراه شما عزیزان مرور خواهیم کرد. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید تشکر میکنم و تا برنامه بعد هم شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارش.